امام زمان عجل الله میفرماد ان قلوبنا اوعیه مشیت الله، دل ما ظرف خواست خداست، وقتی میخواد ما هم میخوایم، وقتی میخواد ما هم میخوایم. یه پدیده تو فیزیک داریم به اسم انتنگلمنت، بین دو تا ذره به وجود میاد که اینا به صورت معکوس شروع کنن حرکت کردن، اینا رو فاصله بده، یکیشو بذاری اون طرف چه میدونم منظومه شمسی، که بذاری این طرف منظومه شمسی، اینو تکونش بدی، این در آن، نه سرعت نورا، آن واحدی ما تکون میخوره. نمیدونن دلیلش چیه، دانشمندان توش گیرن، دلیل این تکون خونه یعنی اینجا این خواست صورت میگیره، اینجا هم خواست صورت میگیره. الان دارن باهاش خطوط مخابراتی سوپر سیو درست میکنن، یعنی امکان نداره شما بتونید شنودش کنید، چون این رابطه 0 و 1 فقط بین چی وجود داره؟ بین فقط این دو تا ذره است تو هستی. خیلی عجیبه ها. حالا فیزیک جدید داره یه چیزایی که شما 1400 سال پیش تو ادعیه‌تون میخوندید و میگفتید تازه دارش میرسه، هنوزم نفهمیدن چیه ها. آخرین آزمایشی هم صورت گرفت در چین صورت گرفت، تو فاصله 70 خورده کیلومتری آزمایش کردن، با این فیبر نوری دو تا ذره رو جدا کردن، هر اتفاقی میافتاد برای این یکم در دم میفته، بالا میره میاد پایین به صورت معکوسه. میگه دل ما، میگم یه مثال مثل این، نه که عین اینا، دل ما ظرف خواست خداست، میخواد میخوایم. فرمود فاطمه پاره تن من است، هر کی او را بیازارد مرا آزارد. اینجا دقت کن، خدا با رضایت تو راضی میشود و با غضب تو چی؟ تو منابع اهل سنت دیگه، منابع صحیحه برادران اهل سنت. با غضبت غضب میکنه، با رضایتت راضی میشه. یعنی چی؟ یعنی غضب تو همان غضب خداست، رضایتت همان رضایت خداست. حالا بریم بگردیم ببینیم از کی راضی بود، به کی غضب کرد، و گول نزنیم خودمون.